قطعاً خیلی وقته که مسئولین دارن با خودشون میگن من که سیم کارت سفید دارم، اینترنت فیلتر به درک. من که ماشین سازمانیم رو گرفتم، اگه کسی 2 سال پشت صف بمونه برای یک ماشین، به درک. من که دارم حقوق و مزایای ثابتم رو میگیرم، اگه با تصمیمام کسب و کارها رو بخشونم، به درک. من که بچه هام رو به خارج از کشور و بچه های کوچیکم رو به غیر انتفاعی میفرستم، آموزش و پرورش اگه نابود شد، به درک. من که بیمه خاص مسئولینه، همه داروها رو میتونم مفت بگیرم، اگه هیچ دارویی تحت پوشش بیمه مردم عادی نیست، به درک. من که خارج از ایران میتونم زندگی کنم، اقامت یک کشور دیگر رو دارم، اگر ایران سوخت و خشک و نابود شد، به درک.